خب بریم سراغ حرف بعدیمون توی حروف الفبا که حرف C هستش. این groß buchstabisch، این هم klein buchstabisch. groß C، klein C. این دوست عزیزمون که میبینین سوسماره. سوسمار به آلمانی میشه کامیلیون، اما الان بریم بررسی کنیم که ببینیم چه صداهایی رو میتونه حرف C تولید بکنه. حرف C میتونه همون صدای C رو بده، مثل کلمه center، das center، مثل کلمه مرکز. اما 2 شرط دیگه هم داره. اگر حرف C همراه با کلمه کا بیاد، کی انگلیسی توی زبان آلمانی کا گفته میشه. اگر همراه با حرف کا بیاد، همون صدای ک رو میده، مثل کلمه دک. کسایی که کلش رویال بازی میکنن یا یه آشنایی دارن با بازی‌های به این شکل میدونن که دک یعنی دسته. من دوباره دارم با کلاین می‌نویسم. دک. آرتیکلش هم داسه، به انگلیسی هم دک گفته میشه. خیلی فرقی با انگلیسیش نداره. و اگر C با ها بیاد، 3 حالت رو ایجاد میکنه. حالت اول مثل همین کلمه کامیلیون هست، زمانی که C و ها در ابتدای کلمه بیان و صدای چی میده؟ کامیلیون. اینی که میبینید اوملاوت هستش. آرتیکلش چیه؟ das کامیلیون. حالت دوم زمانی پیش میاد که C و ها قبل از یکی از حروف وکال آ، او و او بیاد، که در این صورت چه صدایی میده؟ مثل das Buch. das Buch. حالت سوم زمانی هست که حروف وکال ما 5 بودن، اونایی که تا اینجا خوندیم. آ، او و او 3 بود. ا و ای هم ما داشتیم. ا و ای. اگر C و ها قبل از یکی از حروف ا و ای بیان، صدایی که برای ما تولید میکنن یه صدای ش خاصه. برای تولیدش باید چیکار کنیم؟ با دهن نیم باز میگیم ای، همینجور که داریم میگیم ای، زبونمون رو آروم میچسبونیم به سمت سقف دهان. ایش ایش ایش. این صدا رو تمرین کنیم. این یه شی خاصه، مثل شی که خودمون توی گفتارهای روزمرمون استفاده میکنیم نیست. ساده ترین حرفی که به این شکل ساخته میشه کلمه ایش هستش که یعنی من.